سلام دوستان، خوبین؟ آقا الان مثلا نگاه اینجا یک شنبه شه دیگه. خب همه جا تعطیل، ما این فضای زیبا رو داریم. در کنار مثلا یه اکیپ که از اینجا ترخیص شد اومدیم بیرون، همشون سر صبح همه یک گله اونجا بودن، الان شدن 3 گله. میبینین زن و مرد و خانواده و تمام اینا. بعد اینجا رو داریم، اینجا بچه های رومانیایی و ترک رو داریم و بلغار رو داریم. بعد هر کی برای خودش. اوکی 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 alles gut zusammen gehen alles gut alles gut. میبینیم بچه ها اینجا الان بعدی که بیای بیرون دیگه این روزا تبدیل میشی. رفتم پاچه دیگه. تبدیل میشی به چیم؟ بعد بین 5-6 گروه همینجور بچرخی، هم کپه کپه کنار همه. هر کی یکی ترکی با خودش حال میکنه، یکی رومانیایی حال میکنه، یکی کشورهای مختلف خیلی هستن. بعد همینا رو که میگم، مثلا این گروه همین که جلوم واسطه قرمزه، خانوادهش اینجا هم باهاش زندگی میکنه ولی خودش نمیره خونه، به خاطر اینکه با داداشش مشکل داره و اینکه هر کی یک داستان خاصی داره. ولی جالبیشی هر کدومشون توی دنبال زد و بند زندگانی خودشونن. بعد نمیدونم اینجا باید بشینید لبه یا با صدای پرنده ها حال کنیم. ما داریم میبره بدبختیشو میشیم. البته اگاله درست میشه ولی خیلی جالبه.